هنوزم میگی کشکشای بازاری؟ نه نگاه کن. حالا بیا بهت یاد بدم بدون فر چی درست کردم. ابتدا مواد خشک دستور رو کاملا با هم مخلوط کنین و سپس مایعات رو بهش اضافه کنین. تخم مرغ، شیر، آب همه جزء مایعات دستوره. همه رو که ریختین شروع کنین به ورز دادن. ورز دادنتون که ادامه پیدا کرد کم کم میرسین به یه چونه صاف. تست کشش ازش بگیر. به این مرحله که رسیدین وقتشه که بره برای استراحت و رسیدن به حجم 2 برابری. 2 برابر که شد پفش رو بخوابونین. چونتون رو بیارین روی صفحه کار. زیر صفحه کارتون رو چرب کنین و با وردنه صافش کنین. دور خمیرتون رو بچینین. از وسط نصف کنین و مثل من هر 8 سانت یه مستطیل بزنین. مستطیلتون رو از وسط نصف کنین میشه 2 تا کروسان. شروع کنین مثل من رول کردن. رول که کردین روی کاغذ روغنی بذارید توی سینی بچینین تا بره برای استراحت تا رسیدن به حجم 2 برابری. بعد از اینکه 2 برابر شد بیارین روغنتون رو کاملا داغ کنین و این کروسان‌های خوشگلتون رو بندازین توی روغن. آخ نگم ازش. خوب که سرخ شد بذارینش توی صافی و روش رو پر از پودر قند کنید. خیلی خوشت میشه. یه مقداری که سرد شد مثل من از داخلش رو سوراخ کنین و اینکه پر شکلاتش کنید.